تاریخچه اسپانیا پارت 3 1885 آلفونسوی 12 میمیره. خانومش میشه رأس حکومت، ماریا کریستینا از اتریش. چرا؟ چون پسرش یه سالش بیشتر نبوده، نمیتونست حکومت رو به عهده بگیره. این خانم خیلی خانم با سیاستی بوده و این قولو میده که تا موقعی که پسرش به سن قانونی برسه سلطنت رو دستش بگیره و مهیا کنه، هرج و مرج رو جلوگیری کنه و اتحاد اسپانیایی رو حفظ بکنه. ولی کار خیلی سختی بوده، تبعیض جنسیتی بیداد میکرد. تو این هیروویدی که این خانم به عنوان نایب السلطنه بوده و پادشاه پسرش بوده که زیر سن قانونی بوده، کشورهای تحت سلطه اسپانیا زمزمه استقلال طلبی داشتن، مثل کوبا، پورتوریکو، جزایر فیلیپین. آمریکا اون موقع میشتابه به استقلال این کشورها کمک کنه. سال 1898 با اسپانیا وارد جنگ میشه. اسپانیا شکست سختی، کوبا، پورتوریکو و جزایر فیلیپین از اسپانیا استقلال پیدا می‌کنه. این شکست مردم رو نسبت به سلطنت بی‌اعتبار میکنه و مردم دچار افسردگی سیاسی میشه.